سلام بچه‌های عزیز، درسمان را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. بیایید به موضوع امروزه نظر اندازیم. حرفی نوبتی ما ی. بیایید یک جای تلفظ بکنیم. ی ی ی. بسیار ناز. بیایید یک جای شعر را می‌خوانیم که در آن حرف ی جای دارد. یاد یاد عاملی امانی، باید این رو بدانی. این داروی بی‌بها ما را بخشد جوانی. طرز نوشت حرف ی در خط چنین است. ی در اولی کلمه، یعنی که با حرف کلان نوشته می شود، با چنین طریق ما می نویسیم حرف ی رو و حرف ی خود با چنین طریق نوشته می شود. این طرز نوشت حرف ی در خط است. اکنون حرف ی رو ما در تخته صفر می نویسیم. ی کلان چنین نوشته می شود و البته ما ی خود رو نیز می نویسیم که اون اساساً در مابین کلمه ها و در آخر کلمه ها می خورد. حرف ی حرفی همصدا است. ما با شما یک چند همصداها رو گذاشتیم و امروز ما با این همصدا آشنا می گردیم. حرف ی در اول، مابین و آخر کلمه ها آمده می تواند. بیایید کلمه های زیرین رو یک جایه می خوانیم. ب او بو، ن اف نف، بو نف ش ش، بو نف ش. زب زب، پ ا پ ی. در اینجا ما حرف ی رو میبینیم که با هیجای پ پیوست شده است و هیجای پی رو تشکیل نموده است. پیغام. اینجا ما دیدیم که حرف ی در مابین کلمه پیغام آمده است. کلمه دیگر جوی، جوی. ی در آخر کلمه جوی آمده است. جوی. آراس، آراس. روی، آراستروی. نو، نو. نوبه. هار، نوبهار. میگفت. بوی. بر رسم‌های زیرین نظر می‌اندازیم. در اینجا ما چی رو می‌بینیم؟ ما مینه رو می‌بینیم. کلمه مینه چنین طور نوشته میشه در خط. نه. حرف ی در مابین همین کلمه آمده است. خوب به کلمه دیگر نظر می‌اندازیم. در اینجا ما رسم چی رو می‌بینیم؟ رسم چای‌نیک رو می‌بینیم. البته در زیر همین رسم نوشته هست که ما اون رو یک جایه می‌خونیم. بیایید می‌خونیم. چای، نیک، چای نیک. البته در کلمه چای نیک حرف ی در مابین آمده است. خواندن رو دوام می‌دهیم. ب او بو، ن اف نف، بو نف ش، بونفشه. من
زبی جوی می گفت من زبی جوی می گفت اوروس اوروس تا روی اوروس تا روی می گفت می گفت اوروس تا روی می گفت پی پی غامی پیغامی نو با نو با هورو نوبهارو مشکین مشکین با بوی بوی می گفت می گفت. این شعری کیست؟ پاره شعری اکابیر اکابیر شریفی شریفی اکابیر شریفی این پاره شعر رو نوشته است. خب بنفشه من زبی جوی می گفت آراسته روی می گفت پیغام نوبهار و مشکین ببوی می گفت. شما می توانید که این شعر رو از یاد نمایید. اکنون بیایید هجاهای زیرین رو یک جایه می خوانیم. کا ما را لا می سا ات بی سا شا گا رک ما. شما می توانید که با واسطه پیوست ساختن هجاها یک چند کلمه ها بسازید. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. شاد و فیروز باشید.